نسخه ها دادیم، امیدوارم بگیرین، تطبیق بکنین، از خدا بترسین، قبر را بیاد بیاورین، تابوت را بیاد بیاورین، لحد را بیاد بیاورین، تخته را بیاد بیاورین. لحظاتی که شما میشنوین صدای ترق ترق مردمه، مرده را تیز تیز ببرین، مرده را تیز تیز ببرین که هوا سرد است و هوا گرم است. تو در چه حالتی در آن زمان خواهی بود؟ اون ساعت را بیاد بیاور که تو را به قبرستان میبرند، اگر نصیبت شود، اگر او هم نصیبت شود. اون حالت را بیاد بیاور که سر قبرستان عده‌ای سیگرت میکشه، عده‌ای غافلانه دور نشسته، عده‌ای میخنده، هنوزم غافل است، ولی تو به چنگال خدا رسیده ای، بلا کیف الله تبارک و تعالی. به قدرت رب العزت والجلال وصل شده ای. حالا دقایق بعد سرنوشت تو را رقم میزنن، بروی تو کلکینچه باز میکنن که گفتم میتونه که کلکینچی از او حتما کلکینچی جنت است. در بین شما ای تو جوان گفتم میتونه که بله، ما میگم که بله کلکینچی به جنت است. خداوند شما را توفیق بده و شما دعا کنین که الله مرا توفیق بده. در چوکات شریعت حضرت محمد مصطفی علیه السلام یار ما بسازه. 1400 سال پیش میگم ما قیامت این گونه هستیم، یعنی برات میفهمونه که قیامت نزدیک است، یعنی برات میفهمونه که هر لحظه فکر کو که تو در بین قیامت هستی.